سلام، شنبه شبتون بخیر باشه. امشب در مورد تولید محتوای خلاقانه توی اینستاگرام میخوایم با هم صحبت بکنیم. طبق معمول امشب هم یه مهمان خیلی خوب داریم که میخوایم تو این قضیه با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم و تبادل نظر بکنیم. اگر پیج فروشگاهی یا پیجی دارین که میخواین بدونین چجوری توی اینستاگرام فعالیت بکنین و تولید محتوا داشته باشین، حتما لایو امشب رو از دست ندین. دوستانی که توی لایو هستن بگن که صدا چجوریه، صدای منو دارن؟ خوب میاد صدا؟ چجوریه؟ دوستان اگر صدای منو دارن توی بخش کامنت ها بگن. بسیار عالی، بسیار عالی. دلدید عزیز خوش اومدی. فکر میکنم از مشکل از لایو بوده، یه بار دیگه شما درخواست بدی حله. بچه ها من قسمت کامنت ها رو میبندم که تصویر احمد رو با هم داشته باشیم. احمد صدا من دارین شما؟ آقا عالی شد. سلام مجدد. سلام مجدد. آره این به خاطر مشکل الان لایو بود. صدای من چی بهتر شد؟ آره خیلی خوب شده، خیلی عالی. هنسفری زدم دیگه. بسیار عالی. من کامنت ها رو 1 دقیقه باز میذارم که اگه دوستان مشکلی توی صدا هست به ما بگن و بعد میبندم سوالاتشون هست طریق کوئسشن از همون بپرسن. خب احمد جان بریم سراغ سوالایی که حالا قبلا از من پرسیده شده و ببینیم که در واقع چی کار میتونیم توی تولید محتوا انجام بدیم. اولین سوالی که از من پرسیدن میگن که توی اینستاگرام در واقع چه نوع پستی بیشتر بازدهی داره؟ پست اسلایدی، تک پست، آی جی تی وی. نظرت چیه در مورد این؟ آقا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که الان تشریف دارن، بعدن میان، بعدن توی آرشیو میبینن ما رو. خدمت شما هم که سلام عرض کردیم. یه تبریک هم بگم بابت سالگرد 3 ساله شدن سایتت که پستشو گذاشته بودی. قربونت برم، مخلصیم. انشالله که موفق باشین، روز به روز پیشرفت کنین. میخواستم یه مقدمه بگم، بعد اگر سوالی بود بپرسین، اشکال نداره؟ آقا خیلی عالیه، حتما. همه دوستانی که آموزش‌های حالا پیج دلدید یا دیگر همکارا رو دنبال میکنن حتما دیدن که چقدر ما و همکارا بر اهمیت تولید محتوا تاکید میکنیم که چقدر مهمه. درسته؟ و حتما هم این جمله کلیشه‌ای رو شنیدید که منتسب به آقای بیل گیتسه که محتوا پادشاه است. درسته؟ البته من با ایشون ضمن احترامی که بهشون قائلم میخوام بگم که محتوا پادشاه نیست، بلکه از نظر بنده محتوا امپراتوریه. یعنی اهمیتش انقدر مهمه که میشه گفت اینستاگرام محتواست یا محتوا اینستاگرامه. یاد اون کلیپ اون دوستمون افتادم که خر بودن رو یادت دیدیم کلیپ طنزو؟ آره نمیشه واقعا گفت اینستاگرام محتواه یا محتوا اینستاگرامه. حالا نه فقط اینستاگرام، تو کل فضای دیجیتال مارکتینگ و سوشال مدیا محتوا خیلی اهمیت داره و ما خیلی روش تاکید میکنیم. هر نوع محتوا، یا باز اینجا هم بین یه سری دوستان اختلاف هست که میگن آیا هر نوع محتوای مهم اهمیت داره، خوبه یا نه. به نظر من هر نوع محتوایی، دلیلم دارم واسش. توی همین اینستاگرام شما نگاه کن چه پیجایی بالا هن، چه پیجایی خیلی سریع رشد میکنن که زردترین و ببخشید بیخودترین محتواها رو دارن تولید میکنن ولی دارن مخاطب میگیرن. این نشون میده که شما هر نوع محتوایی توی اینستاگرام تولید کنید، چون خیلی ها همش درگیر این آقا ما چی
چه محتوایی تولید کنیم، چی تولید کنیم. مخصوصا وقتی تازه شروع کردی اصلا اهمیتی نداره، شما فقط باید محتوا تولید کنی. هر چیزی هم توی اینستاگرام شما به عنوان متن، عکس، ویدیو منتشر میکنی محتوا محسوب میشه. حتی دایرکت هایی که به دوستات میدی، کامنت هایی که میذاری، اینا همش محتواست. حالا من از خلاصه کردم به قول معروف مقدمه رو که به سوالای دوستانم برسیم. فقط چون اول بحثمون هست، تایم لایومون 1 ساعته دیگه، سعی میکنیم آره 1 ساعته، حالا یا حتی کمتر جمعش بکنیم دیگه، بسته به سوالا و در واقع گپ و گفتی که داری. خب بریم سر سوالی که شما پرسیدی. سوال این بود که چه نوع محتوای بیشتر بازخورد داره. یه بخشی که الان جواب دادم، گفتیم آقا شروع که میکنی، چون بیشتر مخاطبای ما دوستان عزیزی هستن که دارن یاد میگیرن، آموزش میبینن، گفتیم شروع که میکنی هر نوع محتوایی رو شما تولید کن. اگر نمیتونی یا با ویدیو گرفتن مشکل داری، محتوای متنی رو شروع کن. و حالا اینکه اینستاگرام کدوم رو بهش اهمیت میده، به نظر من همش در 1 ساعته، این نظر شخصی منه. اگر اینطوری بود خودش میگفت آقا فلان محتوا رو تولید کنید، من بیشتر بهتون کمک میکنم، فلان محتوا برای من ارزشمندتره. یه همچین چیزی رو ما ندیدیم که به طور اخص گفته باشه آقا این کارو کنید. ولی خب به دلیل اون بازخوردهایی که ویدیو داره، حالا چه ویدیو اسلایدی یا آجی تیوی، و اینکه اینستاگرام دوست داره که مخاطب شما روی محتوا بیشتر مکث کنه و ویدیو این قابلیت رو بیشتر داره تا اینکه عکس و محتوای متنی. چون شما تو محتوای متنی هم خیلی یه حجم کمی از نوشته رو میتونی بیاری دیگه، یعنی نهایتا تو 30 ثانیه میخونتش و میره اسلاید بعدی. ولی خب ویدیو دیگه حداقل اون 1 دقیقه رو نگاه میکنه و روش مکث میکنه. اینطور به نظر میاد که محتوای ویدیویی و حالا گفتم چه اسلایدی باشه چه تک اسلاید باشه چه آجی تیوی، بیشتر بازخورد بهتری داره و بهتر منتشر میشه و توی اکسپلور هم فکر میکنم اونجا هم باز بهتر بازخورد میگیره. حالا باز مثلا آجی تیوی برای پیجایی که مثلا پیج آموزشی هن، نیاز دارن که ویدیوهای بلندتر بگیرن، خب اونجا اگه از این نوع محتوا استفاده کنن قطعا هم خودشون مطلب رو بهتر ادا میکنن، هم بازخورد بهتری هم میگیرن دیگه. حالا باز بستگی به فعالیتی که تو اون پیج هم میکنن دارن دوستان. نظر شما چیه؟ من تکمیل اون صحبت قبلیت که گفتی محتوا رو شروع بکن و حالا شروع بکن به محتوا گذاشتن، یاد اون استراتژی آشغالی افتادم که در واقع گریوی در موردش صحبت میکنه و میگه که برای شروع اصلا نگاه به این نکن که حالا محتوات خیلی باید آس باشه، خیلی درجه 1 باید باشه، نمیدونم کیفیتش بالا باشه. به قول خودش میگه یه آشغالی منتشر بکن. حالا منظور از اون آشغاله یعنی در واقع حالا در هر سطحی که میتونی محتوا رو اول تولید بکن و بعد کم کم بهبود بده. و اگه 1% هر محتوایی از محتوای قبلیت بهتر باشه، محتوای صدامی در واقع تو 100% اون محتوا عالیه و اون یونیک بودن رو داره. یاد این افتادم. و حالا من با توجه به بازدهیایی که توی پیجا دارم نگاه میکنم، میبینم که پستای اسلایدی بیشتر داره در واقع بازدهی داره، چه حالا پستایی که به صورت عکس هستن، عکسایی که به هم چسبیده هستن، یا اینکه نه همون به صورت ویدیویی ولی قطعه به قطعه است. فکر میکنم که کاربرا بیشتر با این جور پست‌ها در واقع تعامل برقرار میکنن، چون اصولا آی جی تیوی به خاطر حالا طولانی بودنش مردم حوصله نمیکنن که زیاد ببیننش. البته این نظر منه تا اونجایی که من دیدم. پست اسلایدی میدونید که اگر مخاطب اون اسلاید اول رو نبینه، اسلاید بعدی و بعدی یعنی دوم و سوم رو اینستاگرام بهش نمایش میده که بهش یادآوری کنه یه همچین محتوای بارگذاری شده و شما هنوز ندیدیش.
این حسنو داره دیگه. آجی تیوی هم خب خوبیش اینه که خود کاربر میتونه جلو عقب کنه، نگه داره. یه جایی میگم بیشتر برای اون محتوایی که آموزشی نیاز داره، مثلا چند بار مخاطب هی ببینتش یا یه جاییشو مکس کنه بخواد نوت برداری کنه، اینا خیلی خوبه. خیلی عالیه. من دیدم داخل پیجت عنصر طنز هم اضافه کردی به آموزش و در کنارش یه در واقع نیمچه طنزی هم داری و با طنز داری آموزشاتو میدی. در مورد طنز بگو، چقدر بازدهی داره و اصلا کجاها ما باید طنز استفاده بکنیم به نظرت؟ اخیراً بله یه خورده اضافه کردیم، گرچه من کلا آدم طنازی نیستم، یه ذرم بد این کار رو انجام میدم، ولی از همون جایی که باید بالاخره یه جا شروع کرد منم شروع کردم. مطمئنم که چند تا کلیپ اینجوری بذارم، ویدیو اینطوری بگیرم، بالاخره یه ذره بامزه میشه در آینده انشالله. خب ببینید همونجوری که اول صحبتمون گفتیم، الان بیشترین مخاطب و محتوای این سبکی داره که یه خورده بالاخره طنزم توش هست و سرگرم کننده هم هست واسه مخاطب. خب چه بهتر شما بتونی اون حرفت رو به این شکل بزنی، چون بالاخره جامعه ایرانی ما، کلا همه دنیا همینجوریه ولی خب ایرانی‌ها بیشترن این سبکی رو میپسندن. جامعه ایرانی ما خوراک به قول معروف ذهنیش رو همین جوری میپسنده که بگیره، یعنی هرچی توش یه خورده طنز و سرگرمی باشه راحت‌تر باشه ارتباط برقرار میکنه. شاید هم اون بار اول که میبینه اصلا اون محتوای شما رو بهش دقت نکنه، ولی خب چون جذابه یواش یواش جذب پیج میشه، یواش یواش به سمت محتوای حرف اصلی شما که داری تو پیج میزنی به اون سمت هم کشیده میشه. حالا ما شروع کردیم ببینیم بازخوردش چجوریه دیگه. خیلی عالیه. من اگه حالا اکثر پیجای فروشگاهی که من داشتم نگاه میکردم تقریبا توی یه ریتم خیلی خاصی دارن حرکت میکنن، یعنی که مثلا اگه عکس معرفی محصول میذارن، استوری معرفی محصول میذارن و اینکه بعد از یه مدت که بازدهی نمیگیرن میگن که آقا چیکار بکنیم، یا اصلا کلا ناامید میشن این فضا رو ترک میکنن. به نظرت چه جور تولید محتوایی برای این جور پیجا مورد نیازه؟ این سوالیه که خیلی هم از من سوال کردن در موردش. درسته، بله همونجوری که شما گفتی خیلی هاشون حالا یه خورده دیگه الان از بس دوستان و همکارهای ما صحبت کردن در موردش و آموزش دادن داره یه خورده تغییر میکنه، ولی تا الان اینجوری بوده که این پیجا فقط عکسای محصولشون رو میذارن به عنوان محتوا، در صورتی که اون عکس‌ها درسته شاید یه دونه شما عکس بذاری تأثیر داشته باشه به شرطی که در ادامه اون توضیحاتی که لازمه در مورد اون محصول حالا یا خدمات، اطلاعاتی که کاربر میخواد که قانع بشه، اون احساس نیاز درش ایجاد بشه که بیاد اون محصول یا خدمات بخره، اگه در ادامهش انجام بدی حالا به یه نحوی، حالا عکس هم بزنین اشکالی نداره. ولی به نظر من همون توضیحاتی که توی کپشن می‌نویسن خیلی از دوستان در رابطه با محصولشون یا خدماتشون، اگه بیان همون رو به صورت ویدیویی کلیپ، من خودم مثلا هفته پیش یه کار رو انجام دادم، دیده بودم به صورت کلیپ‌های چت موبایلی، دیدید که اون محتوای من دیدین هفته پیش یا نه پست منو بزنم زد، حالا مطلبی که میخوام بزنم بیام به این شیوه به قول معروف ارائهش بدم، همون نوشته ها میاد و میره ولی سبکش فرق میکنه، بالاخره یه جذابیتی شاید ایجاد کنه برای مخاطب، شاید بیشتر بخونتش تا اینکه بیاد یه سری عکسی که روش نوشته شده رو هی ورق بزنه. حالا توی اون پیجای فروشگاهی هم همینه، خیلی کارهای زیادی میشه کرد. یکی از آسان‌تریناش و بهتریناش اینه که شما اون محصولی که میخوای معرفی کنی رو ویدیو بگیری با لحن و صدای خودتون توضیحاتو بدی به جای اینکه بنویسی. اگرم دوست نداری چهره‌ت هم دیده بشه که به نظر من باید دیده بشه،
چون یه بخش مهمی از فرایند خرید مشتری اعتماد سازیه. این ویدیو گرفتن و دیدن شما و محیط حالا فروشگاه شما، گالری شما، هر چیزی که هست خیلی کمک میکنه به اون اعتماد سازیه. اگر حالا نمیخواد چهرهت دیده بشه، حداقل ویدیو بگیر، توضیحاتتو بده. نمیخواد حالا از پستم شروع کنی، از استوریای کوتاه یواش یواش شروع کن تا مسلط بشی، اعتماد به نفست بره بالا، و یواش یواش دیگه توی پست‌ها هم این کارو انجام بدین. من مطمئنم که اون بازخوردش خیلی بهتر میشه، تاثیرشو میبینن دوستان. حالا روش خیلی زیادی از گفتم، به حالت کلیپ میشه درستش کرد. همون چند تا عکس رو ویدیو کلیپش کنید، یه دونه عکس نذارید. اینم میشه انجام. خیلی اگر دوستان یه چرخی بزنن تو این فضای اینستاگرام، پیجای مشابهشون، پیجای خارجی نگاه بکنن، میتونن ازش ایده بگیرن. حالا نه عین اونو کپی کنن، ولی میتونن ایده بگیرن و انجام بدن. درسته. خیلی عالیه. من به صحبتات یه نکته هم اضافه بکنم. یکی از چیزایی که توی اینستاگرام خیلی جواب میده بحث ولاگ کردنه. یعنی اینکه طرف بیاد اون کاری که داره انجام میده رو مستندسازی بکنه. به فرض مثلا یه پیج فروشگاهی داره کیف و کفش ارائه میکنه، بیاد از اون صفرش که طرف چرم رو انتخاب میکنه تا زمانی که اون کیفه آماده میشه و در واقع قراره که بیاد عرضه بشه، حالا که فروشگاهیه، بیاد به عنوان یه مستندسازی داخل پیج کلیپ‌های کوتاه قرار بده. این هم یه جور اعتماد سازی کاربر رو جلب میکنه و هم از طرف این باعث میشه که طرف متوجه بشه که اون محصولی که داره میخره چه موادی داخلش استفاده شده، چرا فرآیندی استفاده کرده از، و این باعث میشه که اون اعتماد سازی بیشتر بشه. و همونطور که خودت گفتی، طرف وقتی که بیاد جلوی دوربین از خودش فیلم بگیره، عکس بگیره و از خودش ولاگ بکنه، اینم باعث میشه که اون اعتماد چند برابر بشه. این دقیقاً اینستاگرام رو میتونیم مثل یه فروشگاهی در نظرش بگیریم که شما وقتی میری داخل اون فروشگاهه، مشتری اون در واقع مغازه‌دار میاد جلو، خب با ما ارتباط میگیره، تصویرش ما میبینیم و همین اتفاقه باید دقیقاً توی فضای مجازی هم اتفاق بیفته برای اینکه بتونه طرف بهش اعتماد بکنه. به نظر من دقیقاً همینطوریه. و اینکه حرفم یادم رفت. شما توی تصویر هر کاری بکنی نمیتونی اون کیفیت که چه میزان این محصول جنس کیفیت داره رو نمیتونی طرف نشون بدی، این حسو بهش انتقال بدی. ولی همین چیزی که شما گفتی، این مستندسازی بشه، مراحل فرایند تولید اون محصول نشون داده بشه، خب تا حدود زیادی مشخص میشه. و اینجا اهمیت همین لایوی که الان ما داریم برگزار میکنیم، یکی از آپشن‌های محتوا سازی توی اینستاگرام که خیلی مهمه و خیلی مفیده. لایو توی این مراحل شما حساب کن داری از خط تولید محصولت، از فرایند تولید محصولت به صورت زنده برای مخاطبات ویدیو میگیری و پخش میکنی. دیگه اعتماد سازی از این بالاتر که در لحظه دارن میبینن چه اتفاقی داره میفته. این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. دقیقاً همینطوره. یه نمونه چیزش چی بهش میگن، نمونه طبیعیشو خیلی از ما رفتیم، مثلا بعضی از این پیتزا فروشی ها هستن که یه شیشه گذاشته، طرف قشنگ اون طرف آفرین. آره توی کسب و کار سنتی اونجوری لایو برگزار میکنن. آره خیلی تاثیر. دقیقاً همینطوره و اتفاقا خیلی هم بیشتر میشه مشتریاشون. من دقت کردم مثلا یکی دوتا از پیتزا فروشیایی که داخل اصفهان هستن همین کار رو انجام میدادن، بعد مشتریاشون نه تنها کم نمیشه بلکه زیادتر هم میشه. خیلی هاشون با لذت میومدن نگاه میکردن که طرف چجوری آره دقیقاً پنی پیتزا رو چجوری میشینه، نون چطوری اصلا درست میشه، اینا خیلی لذت بخشه. این توی اینستاگرام فضای مجازی هم مطمئن باش همین جوریه. خیلیا شاید اوایل فقط بیان همینجوری نگاه کنن، مثلا وقتی مخاطب شما باشن میان هی لایواتو نگاه میکنن، شما استمرار که داشته باشی از مثلا همون فرایند تولید محصول لایو بذاری، اولا شاید همینجوری کنجکاوی بیاد نگاه بکنه،
ولی خب یواش یواش جذب میشه و همون تبدیل به مشتری میشه دیگه. کسی که اصلا ممکنه قصد خریدم نداشته، محصول شما حتی نیازم نداشته. دقیقا همینطوره. اگه بخوایم که تولید محتوامون رو بخوایم شروع بکنیم، پیشنهادت برای شروع کردن چیه؟ خودت با چه ابزاری این کار رو انجام میدی؟ ابزار منظورتونه یا ایده تولید محتوا؟ اول از ابزارا شروع بکنیم که با سیستم انجام میدی، با گوشی انجام میدی، چیکار میکنی و بعد والا من خودم چون رشتم کلا گرافیک بوده، گرافیک خوندم و چندین سال دارم این کار رو انجام میدم، حالا تو زمینه‌های مختلف. درسته؟ خب به طب روی فتوشاپ تسلط دارم، نرم افزارهایی که با کامپیوتر و لپتاپ انجام میشه تسلطم بیشتره، راحت ترم، دست آدمم بازتره. خب با اونا انجام میدم. ولی خب خیلی ها مخصوصا الان تو فضای اینستاگرام و اینا طرف کارش چیز دیگه ایه، کلا میاد پیجم میزنه، دوست داره کاراشم خودش انجام بده. که حالا من سر این یه خورده مسئله دارم، یکی دو بارم تو استوریا و پستا گفتم که زیاد نمیپسندم این که آدم همه چی رو بخواد خودش انجام بده، چون حق مطلب ادا نمیشه دیگه. یکی از دوستانم امروز یه سوالی که حالا میذارم آخر سر جواب میدم ولی در همین زمین است. حالا بنا به مسائل مثلا اقتصادی و هزینه هاشو مثلا در نظر میگیرن، دوستان خودشون انجام بدن. و الان گوشی‌ها خیلی پیشرفته شده، از نظر سخت افزاری خیلی قویه، به راحتی میشه باهاش کارهای گرافیکی رو انجام داد، حداقل کارهایی که در حد تولید محتوای عکسی و متنی و ویدیویی حالا مبتدی حرفه‌ای هم قشنگ میشه انجام داد، ولی خب نیاز به آموزش زیادتر داره دیگه. ولی اینکه سطحی باشه و مبتدی باشه به راحتی میشه انجام داد. الان خیلی از دوستان دارن استفاده میکنن از چند تا نرم افزار ویدیویی، اپلیکیشن‌های تولید محتوای عکسی استفاده میکنن و خیلی هم خوب دارن نتیجه میگیرن. حالا بخوایم معرفی هم بکنیم، توی محتوای متنی ورژن داخلیش همون متن نگاره که برنامه خوبیه. البته من خودم استفاده نکردم ولی خیلی شنیدم استفاده میکنن و ازش راضین. برنامه‌های دیگه کنوا هست، استفاده میکنن ازش دوستان. آره. اسنپ سید خیلی من خودم باش کار کردم، مخصوصا برای ویرایش عکس که کاور رو اوکیش کنی بعد حالا توش متن بخوای اضافه کنی، اینا خیلی خوبه. ویدیویی هم اینشات که دیگه سلطانه، الان همه بیشتر از اون استفاده میکنن دیگه. کاین مستر درسته؟ آره کاین مستر هست. چون میگم من خودم استفاده نمی کنم خیلی حضور ذهن ندارم که بیشتر از اینا چی هست. اینا برنامه‌ای که خیلی استفاده میکنن دوستان. برای استوری موجو رو من خیلی شنیدم، خودم هم میخواستم نصبش کنم استفاده کنم، چه رو گوشی من نصب نشد، ولی خیلی جذابه. نمونه‌هایی که دیدم بچه‌ها باهاش ساختن، موجو برای استوری ساختن، خیلی جذابه. اینا رو میتونن دوستان استفاده کنن. بعضی از همکارای ما هم هستن که به طور تخصصی اینا رو آموزش میدن، میتونن ازش استفاده کنن، یاد بگیرن، راحت محتوا سازی کنن باش. درسته، خیلی هم عالی. من با کاین مستر کار کردم، البته برای در واقع یه سری کات و ادیت و در واقع فوتو کلیپ ساختن این چیزا. ولی خب منم تقریبا مثل خودتم دیگه، یه جورایی با سیستم همه کارا رو انجام میدم، یعنی حتی از همون فرایند تولید محتوایی که تو فتوشاپ و در واقع نرم افزار ادیت ویدیو انجام میشه تا بارگذاریش که با بلور تو سیستم من میذارم اینا دیگه، خودم راحت کردم رو این قضیه. و فتوشاپ که واقعا خیلی برنامه کاملی، اگه دوستان علاقه داشته باشن برن یاد بگیرن. من حتی ویدیو هم همه رو با فتوشاپ کار میکنم، یعنی نمیرم سراغ پریمیر و برنامه‌های دیگه، همه رو با فتوشاپ انجام میدم. چطوری انجام میدی با فتوشاپ ویدیو رو؟ قسمت انیمیت داره،
شما حتی میتونی باشه انیمیشن هم بسازی. آها آها، حالت سه بعدی میشه و میشه چیز آره کرد. خیلی کامل همه چی. درسته خیلی عالیه، خیلی عالیه. آقا دوباره تصویرت خراب شده خورده. آره این به خاطر حالا هم سرعت اینترنت، هم به خاطر چیز هم هست، اینستاگرام هم هست. نوسان اینترنت. اگر شما سوال داری، اگر بشه من این سوالی که دوستان پرسیدن و به این بخش از صحبتمونم مربوط بود من همینجا بگم تا ذهنا آماده این داستان هست. یکی از بچه‌ها پرسیده بود که ما برای شرکت‌ها گرافیست استخدام کنیم یا متخصص سوشال مدیا و اینها. باز اینجا هم به نظر من ببینید دوستان الان خیلی از هم توی محیط‌های کار دارن یه نفر استخدام می‌کنن که کار چند نفر انجام میده. به نظر من شاید تا حدودی کار را بیفته ولی بازدهی کار خیلی میاد پایین. اصلا فضای این دوتا با هم متفاوته. مثل این میمونه که بگیم من برای مثلا خونم بنا بیارم یا طراح دکوراسیون داخلی بیارم. این دوتا فضاش با هم فرق میکنه. اون کسی که خونه رو میسازه، اون یکی کارش هنری تره، ظریف تره، میاد فضای داخلی طراحی میکنه. اصلا قابل قیاس نیست. یه بنا هیچ وقت نمیتونه طراحی داخلی خونه شما رو انجام بده. حالا طراحی گرافیک و متخصص فضای مجازی و حالا چه سایت چه اپلیکیشن ها اینا، اگه یه نفر رو بیاری بخواد اینا رو با هم همه رو انجام بده قطعاً اون بازدهی که شما میخوای رو نمیتونی ازش بگیری. حالا صرف این که این کارا چقدر وقت گیره، وقتی شما بخوای زمان بذاری روش همه این کارو با هم انجام بدی مجبوری زمانت رو تقسیم کنی، حتی اگه بلدم باشی یا همشو با هم. واقعا یه نفر متخصص باشه توی طراحی و گرافیک و توی سوشال مدیا همشو با هم بده، چون اینو وقت گیره. برای هر کدوم اینا چقدر باید وقت بذاری، مجبوری وقتی که باید رو کم کنی بین اینا تقسیم کنی، خروجیت اون که میشه باید نمیشه. به خاطر همین من پیشنهاد میکنم دوستان اگر میتونن حالا نظر اقتصادی یا هر چی که مد نظرشونه هر کار رو بسپارن به متخصصش، نتیجه بهتری هم میگیرن. دقیقا منم با نظرت موافقم. یعنی اون بحث گرافیک و حالا متخصص سوشال مدیا خیلی فرق میکنه و حالا به خاطر همون این آچار فرانسگی بودنمون که حالا توی ایران هست بیشتر، طرف میگه من ادمین پیج هستم، یعنی انتظاری که ازش میره هم گرافیک باید انجام بده، هم کامنت جواب بده، تعامل بکنه، افزایش فالوور انجام بده و همه این کارا رو حتی انجام بده. عکاسی، فیلم برداری همش بهش اضافه میشه. دقیقا در صورتی که اصلا ادمین پیج کلیتش اینه که بتونه فقط پست بارگذاری بکنه، استوری بارگذاری بکنه، تعامل انجام بده، دایرکت جواب بده و یه سری وظایف مشخصی داره و این اگه با هم دیگه قاطی بشه در واقع همون بازدهی رو میاره پایین و مشکل ساز میشه. نکته خیلی خوبی رو گفتی که در واقع من اتفاقا توی آگهی‌های استخدامی که روی سایت ها هست نگاه میکنم، میبینم که خیلی وقتا اون گرایش گرافیک رو با در واقع متخصصای دیگه قاطی میکنن. یعنی مثلا طرف میگه آقا من متخصص سئو میخوام، در کنارش گرافیک هم حتما بلد باشه، بتونه پست‌ها رو مثلا گرافیکی انجام بده، یا مثلا آقا من سوشال مدیا کار میخوام، اینستاگرامر باشه، حالا در کنار بتونه انجام بده. خب این در واقع همون بازدهیه رو میاره پایین و اون چیزی که میخوایم و نمیتونه طرف پیاده بکنه. خیلی دقیقاً همین. بسیار عالی. خب بریم سراغ این که حالا قبل از اینکه بریم سر ایده ها، چند ساعت در روز وقت میذاری برای تولید محتوا؟ خب من آره چقدر وقت میذاری؟ برای تولید محتوا بستگی داره به محتواش. مثلا اون محتوای ویدیویی مخصوصا که بخوایم اون چاشنی خلاقیت هم بهش اضافه کنیم وقت میگیره، حتی تا 3-4 ساعت هم شده. ولی محتوایی که دیگه روتین شده و میزنم دیگه نهایت 1 ساعته، شاید بعضی موقع کمتر بعضی موقع هم بیشتر.
ولی درسته. خب همیشه بهش فکر میکنم، مثلا شب همیشه تو ذهنم هست که فردا که میخوام محتوا رو بذارم یه وقتایی هم دقیقه 90 تغییر میکنه، مثلا قرار بوده محتوا متنی باشه یهو تغییرش میدم این ویدیویش کنم بهتره. آه. درسته. از تقویم محتوایی هم استفاده میکنی یا نه هر روز محتوای روز خودتو میزنی؟ توصیهم به دوستان اینه که استفاده کنم ولی خودم استفاده نمیکنم. چون خیلی من یه ذره پراکندگی انجام کار دارم، درسته. اتفاقا اون کمک میکنه، ولی یه وقتایی تقویم بری میبینی نمیشه، آخرش نمیتونی اون چیزی که مال اون روز مخصوص روز بوده رو بزنی، وقتی جاهای دیگه هم درگیری. آره. دقیقا. ولی شما هم تایید میکنین که تقویم محتوا خیلی کمک میکنه به محتوا سازی و همینجور صرفه‌جویی تو وقت. دقیقا منم اتفاقا توصیه میکنم به این قضیه، ولی با اون قسمت حرفت که خیلی وقتا نمیشه اون محتوایی که ما میخوایم تو اون روز رو منتشر بکنیم، خصوصا تو سوشال مدیا که تقریبا همه چیز ترنده، یعنی شما امروز یه چیز ترند میشه، فردا یه چیز دیگه ترنده، و اینکه حالا ممکنه امروز دید و سبک مخاطب یه چیز دیگه، فردا یه چیز دیگر ازت بخواد، و ممکنه که آره دقیقا. محتوایی که داری میری جلو ممکنه محتوایی بزنی که اون بازدهی رو نداشته باشه و یه جورایی عملا محتوایی اینجا یه خورده کارایش از دست میده. دقیقا همینطوریه. آره درسته. خب بریم سر اینکه ایده های تولید محتوا رو از کجا بیاریم. پیشنهاد چیه؟ از کجا شروع بکنیم برای اینکه بتونیم ایده که الا ماشاءالله هست. شما تو خیابون که راه میری میتونی ایده بگیری دیگه. گوگل که دیگه دستش درد نکنه در مورد هر چی که سرچ کنی برات ایده میاره. و میدونید که اصلا یکی از راه‌های اینکه ایده بگیرید همینه که میری شما کلمات کلیدی سرچ میکنی، پیشنهاداتی که گوگل به شما میده میتونه تا 10 روز آینده شما رو از محتوا بی‌نیاز کنه، چون پیشنهادات مشابه میده. شما میتونی پشت سر هم تا چند روز آینده محتوای مرتبط با هم به قول معروف تولید کنی. من از این تکنیک استفاده کردم. پیجای همکار استفاده میکنم، کپی نمیکنم ولی خب استفاده میکنم، ازشون ایده میگیرم. نهایت این که چیز باشه بخوام عین همونم بزنم که بعضی موقع این کارو کردم، ولی به سبک خودم تغییرش میدم. نگارش و کاور رو که 100% خودم میزنم، اصلا هیچ وقت استفاده نکردم از دوستان، ولی خب متن رو به سبک خودم به روش خودم تغییرش میدم. یه سری مسائل رو که حس میکنم حتی کم داره بهش اضافه میکنم، دست میبریم تو محتوای دوستان، ولی خب در نهایت خروجیش خوب میشه دیگه. اینم یه روش میتونه باشه، ولی خب کپی صرف کلا کار قشنگی نیست دیگه. ولی خب بعضی از دوستانم میبینم اونم باز کار جالبیه که پست دیگران رو منتشر میکنن به عنوان محتوا، ولی کاملا کپی رایت رو رعایت میکنن. یعنی از همون اولش می‌نویسن که این پست از کجا بازنشر شده، طرفو تگش میکنن، اون طرف هم ممکنه بیاد حتی نظرشو بذاره توی کامنت ها. اینجوری فکر میکنم اینجوری هم میشه. یکی از دوستان، حالا اسم پیجشون رو یادم نیست، خیلی کار قشنگی بود، به عنوان پست مهمان، مثلا تو هفته یا در روز، نمیدونم چجوری کار میکنن، استراتژی نمیدونم چجوری، در هفته یه روز انگار مثلا یه مهمون دعوت کرده، از اون پیج به عنوان پیج مهمان، پست مهمان، یکی از محتوای خوبش رو میذاره. درسته. این حالا دوستای دیگه جایی که دیگه خیلی کم میارن توی محتوا درست کردن، این کارا ایده هم که جایگزین کپی کردن بشه کارهای خوبی قشنگ اتفاقا. درسته. یه تکنیک هم هست حالا توی تولید محتوا،
میگن که اون چیزی که شما دوست داری یه دایره در نظرش بگیر و اون چیزی بله که بله. آره دوست داره رو یه دایره در نظر بگیر و نقطه تلاقی این دوتا میشه دقیقاً اون محتوایی که شما محتوای شما. بله. دقیقاً. خیلی وقتا نیاز مخاطب شما ازش محتوا میسازی، تو پیج من که اینجوری بوده، خیلی هم خوب بازخورد میگیره، وایرال میشه، چون نیاز اون یه مخاطب شما احتمالا نیاز و سوال و دغدغه خیلی هست که اومده از شما خواسته. دقیقاً. درسته، دقیقاً همینطوره. و حتی اون قسمتی که در واقع کاربرا میان کامنت میذارن یا دایرکت به ما میدن که آقا در مورد فلان چیز هم صحبت بکنیم یا آفرین. آره دقیقاً. یا مثلا میان خود مخاطب بهت ایده میده. بله دقیقاً، هم مخاطب بهت ایده میده، هم یه خوبی دیگه هم که داره اینه که طرف ممکنه یه وقتایی بیاد توی دایرکت ما سوال بکنه و ما همون سواله رو بتونیم یه تولید محتوایی بکنیم، چون این سوالی که از مخاطب ممکنه خیلی از آدم‌های دیگه‌ای باشه و من اصلا همین اومده سوال میپرسم، من خودم بلد نیستم، نمیدونم، میرم یادش میگیرم بعد همونو محتواش میکنم. دقیقاً این اتفاقا خیلی نکته تکنیک به نظر من خوبیه و من خیلی پیشنهادش میکنم به کسایی که دارن تو بحث خدمات و محصولات دارن کار میکنن این تکنیک ها استفاده بکنن، چون خیلی سوال توی دایرکت زیاد میاد، ممکنه که این سوال مشابه خب خیلی وقتا توی دایرکت ما تکرار بشه و وقتی ما اینو بیایم یه محتواش بکنیم دفعات بعدی دیگه نیازی نیست که جواب مخاطب بدیم، هم پست رو فور میزنیم و مخاطب میره اونو میخونه، کار ما دقیقاً همین. ولی خب همیشه هم اینجوری نیست که مخاطب بیاد ازت سوال بپرسه. شما باید خودت از ابزارهایی که تو اینستاگرام هست، مخصوصا توی استوری، ابزارهای تعاملی، کوئسچن باکس و اینها، نظرخواهی کنی، بپرسی و همونا میان سوال میکنن یا نظرشونو میگن، از همونا خیلی میشه آدم ایده بگیره و استفاده کنه. درسته. بهترین کاری که میتونیم توی استوری انجام بدیم به نظر چیه؟ اینکه ما مثلا بیایم پستامون با استوریامون تقریبا مرتبط باشه یا نه دو تا موضوع متفاوت رو با هم دنبال بکنیم، مثلا توی استوری یه موضوعی باشه توی پستامون هم یه موضوع دیگه در واقع دنبال بکنیم. این روش به نظرت خوبه؟ خودت چیکار میکنی برای این کار که مثلا استوریت هم استفاده کنه هم پستت هم در واقع کارایی داشته باشه؟ چیزی که من شنیدم و میدونم که این اتفاقا میفته و اینطوری هست، بیشترین جایی که فروش اونجا اتفاق میفته استوریه. خب وقتی اینجوری باشه شما باید استراتژی این باشه که از طریق پست ها و حالا توی دایرکت تبلیغات اون به قول معروف ایجاد نیازه رو بکنی، مخاطب آمادش بکنی، فالوور آمادش بکنی برای خرید، استوری دیگه تیر خلاص رو بزنی. الان حالا مثلا کار ما که آموزش هست و خدمات هست همینطوره، توی پست ها خیلی مسائل ما میگیم، آموزش میدیم، ولی دیگه اون جایی که مخاطب نیاز داره بیشتر از اون آموزش ببینه و مشاوره بگیره، من تو استوریا کار میکنم، چون میدونی که مخاطبای استوری جزء مخاطبات وفادارت هم هستن دیگه، یعنی اونایی که پیگیرتن، دنبال کارت هستن. از توشون قطعا مشتری و کسی که بخواد برای خدمات یا آموزش شما هزینه کنه از تو استوریا خیلی بیشتر جذب میشن. درسته، خیلی هم عالیه. توی استوریا هم میشه در حالا طرف خودش بیاد جلوی دوربین صحبت بکنه و اون بازدهی استوری خب قطعا خیلی بالاتر میره. من ببخشید میونه کلامتون، اوایل صحبتم هم گفتم کسی که میخواد ویدیو شروع کنه به نظرم از استوری شروع کنه خیلی راحت میتونه راه بیفته، چون هم زمانش کوتاه‌تره هم مخاطبش کمتره. من خودم وقتی شروع کردم ویدیو گذاشتن و از استوری شروع کردم یواش یواش، بعد حالا تازگی پستم میذارم. درسته.
ببخشید بین حرفتون اومدم. خواهش میکنم. نه یه تکنیک خیلی خوبی هم هست این استوریه و بعد به نظر من لایو، برای اینکه کسایی که حالا در واقع جرأت جلو دوربین اومدن ندارن، این کمک میکنه که اون ترسه ازشون بریزه و شروع بکنن محتوای ویدیویی از خودشون تولید بکنن. به نظر من اینم خیلی گزینه خیلی مناسبیه براشون. حالا توی بخش قبلی صحبتامون معرفی یه چند تا اپلیکیشن و اینا بود که برای محتوا سازی، یه سری اپلیکیشن هم اخیراً اومده که چهره کارتونی میذاره رو صورت. کسایی که حالا با این داستان مشکل دارن از اون اپلیکیشن ها میتونن استفاده کنن. من چون استفاده نکردم اسماشو الان تو ذهنم نیست. حالا اگه شما بعداً بتونی معرفی کنی در ادامه این لایو به مخاطبات، منم حتما یه پست باید کار کنم توی این زمینه معرفی این اپلیکیشن هایی که چهره کارتونی داره و شما چهره دیگه مشخص نمیشه. خیلی هم به نظر من بامزه و جذاب هم هست. راحت میتونی ویدیو هم بذاری بدونی که چهره دیده بشه دیگه. دقیقاً میشه یه جور تولید محتوای خلاق میشه. یکی از اپایی که استفاده میکنن، حالا منم فقط اسمش رو شنیدم استفاده نکردم، اسمش اپ موجوه اگر اشتباه نکنم، که همین شکلک ها و صورتک ها رو میشه روش قرار داد. نسخه آیفون و اندروید هم داره که میتونن استفاده بکنن. حالا توی قسمت های مختلف ایموجی مذکر مؤنث داره که حالا طرف میتونه بسته به جنسیتی که داره انتخاب بکنه که از کدومش استفاده بکنه. آره قبلا اندروید نداشت، تازگی ورژن‌های زیادی از اندروید اومده این شکلی هم. این سبک خیلی هم میبینم استفاده میکنن. دقیقاً همینطوره. خیلی هم عالی. یه سوالی که پرسیده بودن، میگفتن که در واقع ما عکس‌های با کیفیت از چه سایتایی بگیریم؟ حالا میخوان آیکون بگیرن، عکس بگیرن، ولی منبع خوبی سراغ ندارن. یه چند تا منبع خوب بهمون معرفی کن. یه معروف ترینش که فریپیکه که البته فیلتر شد. بله. تحریم. آره تحریم به قول شما. فیلتر از طرف اینجا نیست، تحریمی ما نمیتونیم، ولی با فیلتر شکن من هنوز ازش استفاده میکنم، خیلی خوبه. و پینترست هست که خیلی عالیه. یه اجازه بدید من نگاه بکنم، یه مرورگر روسی هم هست، من توی یکی از پست‌های دوستان دیدم، الان یه مدت دارم از اون استفاده میکنم. بله. به اسم یاندکسه، yandex.com. کامنت ها بسته است بنویسم اشاره. یه لحظه من با وای یاندکس، چیز پیچیده نیست، اما اولش مهم بود که با وای هست. yandex.com. این یه مرورگر روسیه. کلا سایت های روسی برای پیدا کردن عکس با کیفیت خیلی منابع خوبی هست. یه سایت خیلی خوبی هم قدیم من استفاده میکردم ازش، اونم متاسفانه اسمشو فراموش کردم، اصلا گمش هم کردم، خیلی وقتم از دارم دنبالش میگردم. عکسای بسیار با کیفیت و تو سایزهای خیلی بزرگ داشت. کلا میگم سایت های روسی برای پیدا کردن عکس خیلی کاربرد داره. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه بچه‌ها باید دقت کنن وقتی برای آفرین، آره همین یاندکس. آره آخرش هم چی داشتم میگفتم؟ این نکته که باید خیلی دقت کنن برای موضوعشون عکس مرتبط استفاده کنن توی کاور، چون میدونید که اخیراً الگوریتم یه تغییراتی کرده که حالا به غیر از اون کلمات هشتگ ها، به غیر از هشتگ ها کلمات کلیدی و حتی عکس رم شناسایی میکنه و توی سرچ ها میاد. یعنی شما دنبال یه موضوعی وقتی سرچ میکنی، اگه عکس مرتبط، کلمات کلیدی مرتبط توی محتوات باشه، حالا توی کاور یا کپشن، توی کامنت ها هر باشه، شناسایی میکنه و میرسونه دست اون کسی که دنبال این موضوع هست. داشتم این رو میگفتم که برای کاوراتون عکس کاملا مرتبط استفاده کنید
حالا اون عکس‌های مرتبط رو چجوری میتونید پیدا کنید؟ وقتی فارسی سرچ میکنید زیاد همخونی نداره اون سرچت با نتایجی که میاد. درسته. اون کلمات رو توی ترنسلیت گوگل واژه معنی دقیق انگلیسیش رو سرچ بکنید، اونو توی سرچاتون بیارید، خیلی سرچاتون دقیق‌تر میشه و عکسای کاملا مرتبط با اون موضوعتون، مثلا چه میدونم حقیقت رو معادل انگلیسیش رو سرچ کنید، اون رو توی سرچاتون بیارید، حالا یا هر کلمه دیگه. نتایج خیلی بهتری توی سرچ ها میاره و اونا رو توی کاور استفاده کنین، توی سئو شدن محتواتون و به قول معروف پیدا شدنش خیلی راحت تر. درسته، دقیقا همینطوره. اصولا منابع اصلی انگلیسی، حالا یا به زبانهای دیگه خیلی عمیق‌تر هستن نسبت به فارسی. فارسی هنوز خود جای کار داره و نت فارسی خامه هنوز. حتی من میگم یه مدت هم خودم این کارو میکردم. اون تیتری که میزنید معادل انگلیسیش هم توی کاور بیارید. درسته. آره. یعنی تأثیر داره؟ آره. خب خیلی هم عالی. به همون دلیلی که الان گفتم، چون اون سرچ دقیق تر اتفاق میفته. شما الان یه کلمه رو تو گوگل سرچ کنی، فارسیشو با انگلیسیش میبینی، انگلیسیش خیلی دقیق تر به شما نتیجه میده. به همون دلیل الان تو اینستاگرام هم همینه. یه نفر که داره سرچ میکنه، حتی حالا درسته ایرانی‌ها خیلی وقتا فارسی سرچ میکنن، ولی خیلی هم هستن انگلیسی سرچ میکنن. اونجوری محتواتون توی اون سرچ هم راحت‌تر پیدا میشه دیگه. درسته. البته یه چیزی هم من اینجا بگم، این که وقتی که آلتکس ما برای عکس انتخاب میکنیم، اینستاگرام میتونه راحت پیداش بکنه و این فکر میکنم اون قسمتیه که توی سرچ ها به ما کمک میکنه، حالا چه موتورهای جستجو پیداش بکنن، چه هم اینستاگرام بتونه استفاده بکنه. فکر میکنم این قسمتشه که به ما کمک میکنه. بله، آلتکس خیلی تاثیر داره. دقیقاً. آلتکس هم یعنی شما منظورت اینه انگلیسی بزنیم یا اون فارسی؟ به صورت فارسی، یعنی اون چیزی که میخوایم توی هشتگ استفاده بکنیم به صورت فارسی هم بنویسیم. مثلا اگه من پستم مدیریت زمانه، هشتگ مدیریت زمان رو گذاشتم، خب حالا توی آلتکس هم مدیریت زمان رو استفاده بکنم که تو چه کمی که میخوره در واقع بالاتر ما رو نشون بده. این خیلی خوبه. من یه نکته هم در مورد اون مرورگره بگم. اون مرورگر یاندکس در واقع وصل به موتور جستجوی روسی همون یاندکس که یکی از موتورهای قوی روسیه که منم فکر کنم اشتباه شد، منم نگفتم مرورگره، موتور جستجوی. اگرم گفتم مرورگر عذرخواهی میکنم. آره همون مرورگر در واقع یاندکس موتور جستجوی یاندکس میشه. بله، موتور جستجوی مثل همین گوگل که سرچ میکنن دوستان، اونم یه موتور جستجوی خیلی قویه. همینطوره. در مورد پینترست گفتی، چجوری داخل پینترست سرچ میکنی؟ حالا اونم همین تکنیکی که گفتم. من همش هر جا که سرچ میکنم اول اون کلمه رو، واژه انگلیسیش رو ترجمه میکنم، این همونو میذارم سرچ میکنم. اون یه چیز خوبی که داره، وقتی یه سری عکس حالا یا ویدیو برات میاره، یکیش رو که انتخاب میکنی، مشابه های اون رو خیلی بهت پیشنهاد میده و حتی یه وقتایی میبینی توی اون مشابه ها اون چیزی که دقیقاً مد نظرت پیدا میشه. درسته دقیقاً همینطوره. خیلی عالیه. من یه سایت دیگه هم چند وقت پیش پیدا کردم به اسم icon8.com. توی کامنت ها حالا می نویسمش. این سایت دقیقاً تقریبا میشه گفت ترکیبی از فلت آیکون و فریپیک و سایت های دانلود موزیک استوک و ویدیو استوک. تقریبا میشه گفت که چند تا چیزو با هم دیگه داره و خیلی کاربردی بود به نظر من. حالا اینجا می‌نویسم. اونم اگه بنویسی ممنون میشم. آره
آره یه مشکل دیگه هم که تو اینستاگرام هست این موزیکای قانون کپی رایت موزیکه که خیلی‌ها میذارن رو ویدیوهاشون بعد میذارن توی پست میکنن میبینن بعد از چند دقیقه بلاک میشه. آره دقیقاً همینطوره. آره بعضی وقتا بلاک میشه ولی مخاطبای ایرانی بهش دسترسی دارن. اگه رو اون پیغام بلاک بزنن دوستان خودش اونجا یه لیست میاره نوشته که تو چه کشورهای بلاک دیده نمیشه. درست. یعنی یه بار من گذاشتم بلاک شد چک کردم دیدم ایران نیست دیدم همینجور داره ویو میگیره دیگه کاریش نداشتم. درسته ولی خب بازدهیش مثل قبل نیست به نظر من. آره دیگه یه موقع میبینیم باز تو همین ایران هم یه سری با مثلا فیلتر شکنن اینا بهشون نشون نمیده دیگه. آره درسته خیلی عالیه. یه سوال دیگه اینکه موزیک کپی رایت داره از کجا بفهمیم که در واقع کپی رایت داره نداره از کجا؟ اینو من خیلی والا استفاده نکردم چون من موزیکایی هم که استفاده میکنم اکثرا یا بی کلامه. موزیکای بی کلام عمدتاً جزو کپی رایت نیست مگه نمیدونم والا خیلی موزیکای معروفی باشه. یا اخیراً اصلا موزیک ایرانی استفاده میکنم که ماشاءالله تو کشور ما کلا کپی رایتش معنی نداره دیگه. از این بابت مشکلی نداریم. من موزیکای ایرانی استفاده میکنم ولی یکی دو تا دیدم دوستان معرفی کردن توی برنامه خودم هم هست که یه پست بذارم و سایت هایی که موزیک بدون کپی رایت و رایگان میذارن داخلش معرفی کنم که بچه‌های خواستن استفاده کنن بتونن از اون استفاده کنن. ولی الان حضور ذهن ندارم که اسم این سایت ها چی بوده. درسته خیلی عالیه. یه نکته هم که هست حالا نمیدونم سازوکار اینستاگرام دقیقاً روی کپی رایت موزیکا چیه ولی منم یه موقعی پستی رو گذاشته بودم و یه قسمتی از آهنگ شهرزاد محسن چاوشی روش بود که بعد از یه مدت یعنی دقیقاً چند ثانیه بعد از منتشر شدن قشنگ بلاک شد و نوشت که این موزیک محسن چاوشی چون یه خواننده بین‌المللیه و خیلی از چیزاشو آلبوم‌های اخیرشو توی یه سایتی هست که با حق کپی رایت یعنی تمام خواننده‌های معروف اونجا منتشر میکنن. از طریق اون چون کار میکنه فکر میکنم شاید به خاطر اون بوده. اسپاتیفای میگی که تمام نه میگم من یه ذره حافظم مشکل چیزایی که قدیم شنیدم یا ازش حتی استفادهم کردم یادم نمیاد که بگم. بسیار عالی بسیار عالی. سرچ کنن دوستان آلبوم آخرش مثلا همین الان منم میتونم سرچ کنم بهتون بگم. خیلی عالی. شما ادامه بده. آره من اگر اجازه بدی کامنت ها رو باز کنم دوستان اگر سوالی دارن توی کامنت ها بپرسن تا جواب بدیم و بریم جلو. یه تکنیکی هم که من توی چیزام استفاده میکنم علاقه دارم بهش توی تیتر نویسیام چون بحث محتوای و توی محتواهای متنی عکسی و حتی ویدیو میدونید که تیتر خیلی مهمه. تیتر کاور یه تکنیک من استفاده میکنم و علاقه دارم بهش تیترهای سینماییه. از عنوانای مثلا فیلم‌های سینمایی یا اینا استفاده میکنم. یکی از آخری تیترایی هم که زدم خودم خیلی خوشم اومده بود ازش پیج‌های کوچک زنگ زده بود که از فیلم مغزهای کوچک زنگ زده استفاده کرده بودم. دقیقاً یا مثلا شعرها میشه استفاده کرد یا از مثلا میشه استفاده کرد تیتر زد. دقیقاً همینطوره. بازدهیش هم خیلی خوبه اتفاقاً. حالا طرفدارای خاصه به خودش اگه خوب جفت و جور بشه درست استفاده کنی ازش قشنگ بشینه
توی اون حالا تیترت، آره خیلی جالب میشه. دقیقاً همینطوره. خیلی هم عالی. ما حدود 54 دقیقه است که لایو داریم در مورد تولید محتوای خلاق و داریم با احمد عزیز صحبت میکنیم. خب احمد جان، آخرای لایو هستیم، میخوام که چند تا نکته بگی بهمون برای کسایی که تازه دارن شروع میکنن و برای کسایی که میانه راه هستن و پیجشون تازه مثلا به جایی رسیده و دارن رشد میکنن. یه نکته برای هر کدوم از اینا بهمون بگو که چی کار بکنن و چه توصیه‌ای براشون داری. یه چیزی رو من بگم، حالا یه ذره شاید مربوط نباشه به چیز اون، ولی خب چرا یه جورایی هم مربوطه. توی یکی از کویشن باکس های من دیروز پریروز یه نفر نوشته بود که یکی از دوستان نوشته بود آقا من که اصلا کلا کسب و کاری ندارم، چیو بیام میگه بیا شروع کن، چیو بیام شروع کنم توی اینستاگرام. به نظر من الان انقدر فضا مهیاست، بستر مهیاست که شما با هیچی هم میتونی بیا شروع کنی. بهترین راهش هم همکاری در فروشه. شما هیچ چیزی، هیچ خدماتی، هیچ هنری هم نداشته باشی، هیچ جنسی هم نداشته باشی، با همکاری در فروش میتونی بیای شروع کنی تو اینستاگرام. باز من پیشنهادم اینه که همکاری در فروش با این سایت ها هم نه، مستقیم بری بازار. درست. الان وضع فروش توی بازارها، توی پاساژها، اینا خیلی وضع خرابه. یعنی تولید کننده، فروشنده های عمده دنبال یه کسی میگردن جنسشون رو بفروشه. بری تو بازاراتون جنسی که حالا خودتون دلخواهتونه، راحت تری، جنسی که مخاطب بیشتر دنبالشه، با تولید کننده ها صحبت کنید. آقا جنس تو امانی، اصلا بذار من یه سری عکس ازش بگیرم ببرم بذارم تو پیجم، جنسم نمیخواد دست من بدی. نه سرمایه میخواد نه چیزی، فقط اعتماد اون طرفو میخواد که بری باهاش صحبت کنی. اونم وقتی چیزی دست شما نده، جنس نده، اعتماد خیلی راحت شکل میگیره. فقط کافی یه سری عکس از محصولاتش بگیری بیاری بذاری تو پیجت که این خودش میشه تولید محتوا دیگه. حالا برای شروع اون چیزایی که ما گفتیم نمیخواد، همون عکس‌ها رو بذارید شروع بکنید. یه خورده که رفت جلو دیدید داره استقبال میشه، یواش یواش برید تو همون تولیدی فیلم بگیرید، خودتون صحبت کنید. همینا کمک میکنه به اعتماد مشتریتون و یواش یواش میتونید فروش خیلی خوبی رو هم تجربه کنید. اینو لازم دونستم بگم. خیلی الان یا میترسن یا اصلا سردرگم، آقا ما هیچی نداریم چجوری بریم شروع کنیم. این یکی از بهترین راهاش. سوال شما چی بود؟ بخشی از ذهنم رفت. گفتین چند تا بگیم. آقا نه ترس، شروع کن با هر چی که شده، با چرترین محتوا، با اصلا برو کپی کن اولش. ولی نه دیگه رفتی شروع کردی و کپی کردی تا آخر بری. یا سعی کن حین همین کاری که داری میکنی یاد بگیری، آموزش ببینی، یواش یواش 4 تا نکته از این 4 تا نکته از اون یاد میگیری دیگه. دستت میاد، خلق دستت میاد که چی کار باید بکنم، چجوری تولید محتوا کنم. برید کامنت های پیج های مشابهتون رو برید پیدا کنید تو این حوزه. اولا که خیلی اصلا نمیدونم بعد میخوان چیکار بکنن. این خوش ایراده. اول تصمیم تو بگی ببین تو چه حوزه‌ای میخوای کار کنی. اونو که تصمیم گرفتی برو پیجای مشابه کامنت ها رو بخون. همونا خودش کامنت های مخاطبای پیجای دیگه بهت میگه باید چی کار کنی، مسیر کجاست، مردم دنبال چی هن، توی حوزه کاری شما چه نیازی دارن. همینا بهت میگه باید چی کار کنی، چه جوری تولید محتوا کنی. تولید محتوا هم که شما انجام میدی یه خورده حرفه‌ای تر شد. یه جوری باید باشه که مسیر بدی، راه نشون بدی به مخاطب. یعنی بهش بگی که کدوم سمتی بیاد که در نهایت برسه به این که هدف شما توی اون پیج حالا فروش، نمیدونم آموزش، مشاوره است. مسیر رو تو باید بهش بدی با محتوایی که تولید میکنی. حالا اولش خورده سخت، آدم بلد نیست این کارا رو. من خودم دفعه اولی که لایو گذاشتم، ویدیو گذاشتم، الان هست اصلا تو پیج، توی اون هایلایت ها هست. این نگاه کنی خنده‌تون میگیره.
آدم داره. همین هفته پیش من اولین لایو مشترکم با آقای رضا بود، برید اونو نگاه کنید. الان بیاید این لایو دوم من که لایو مشترک دوممه نگاه کنید. واقعا من الان خودم حس میکنم خیلی بهتر دارم برگزار میکنم، استرسم خیلی کمتره. ما هماهنگ شدم، یاد گرفتم که آقا برو موضوع رو بپرس چه اشکالی داره. من اونقدر بلد نیستم، بپرس از طرفت بابا موضوع چیه، از من چی میخوای سوال کنی، مسلط باش، برو قشنگ روش تحقیق کن، 4 تا نکته بخون، 4 تا جمله بخون که میای حرف میزنی یه چیزی داشته باشی برای اون کسایی که وقتشون رو گذاشتن دارن. این حالا من قد باشم بگم نه بعده، من الان به همکارم بگم آقا من مثلا دفعه دوممه دارم لایو میذارم، بهش نگم پیش خودم فکر کنم بعده، مثلا من اینو بهش بگم پیشش شاید کوچیک بشم، زشته فلانه. اینجوری نیست. شما هر چقدر که یاد بگیری از دوستت، همکارت، اینور اونور، مسلط باشی رو موضوعات کاری، محتوای بهتری هم میتونی ارائه بدی، مثل همین لایوی که الان ما گذاشتیم و اون کسایی که نگاه میکنن وقتشون رو میذارن استفاده بهتری میبرن دیگه. بسیار عالی، خیلی خوب بود، خیلی نکته به جا عالی بود. یکی از دوستان پرسیده کسی که ویدیو کمدی میسازه، ادیت میکنه، باید چه تیتری برای صفحش بزنه؟ کمدین، ادیتور یا ویدیو ادیتور؟ ویدیو کمدی میسازه فکر میکنم اون گزینه کمدین خیلی برای مردم جذاب‌تره و جذب میکنه دیگه، چون واژه ادیتور یا ویدیو ادیتور یه ذره تخصصیه. بعد من متوجه نشدم، یعنی ویدیو رو هم خودش میگیره، خودش استندآپ میکنه؟ اگه اینجوری باشه که اصلا باید بزنه کمدین دیگه. اگه نه کار کس دیگه رو داره ادیت میکنه، یعنی شغلش ادیتوریه، خب باید همون ادیتوری بزنه دیگه. درسته. باید ببینی که از اون دنبال چه مخاطب هدفیه. دقیقاً باید ببینه مخاطبش کیه و برای کی. اگه خودش کمدینه ویدیوهاش هم ادیت میکنه، همون کمدین باید بزنه که چیز واژه جذابتری هم هست، بیشتر جذب میکنه. درسته. خیلی عالیه، خیلی عالیه. دمت هم گرم، خیلی متشکرم از اینکه امشب وقت گذاشتی و دعوت منو پذیرفتی که با هم یه گپ و گفتی داشته باشیم تو این قضیه. خیلی خوشحال شدم که از تجربه کریم. ما اولش یادمون رفت، خیلی از دوستان هفته پیش که با آرزا صحبت میکردیم این موضوع به ما گوشزد کرد. خیلی از دوستان من رو خوب نمیشناسن. من احمد اخباری هم ادمین پیج دلدید که اسم پیجمونم به خاطر این اسم برند گذاشتیم، شخصی نیست، که ما یه تیم هستیم کار میکنیم. واحد اینستاگرام مارکتینگ ایران تبلیغ هستیم. پیج ایران تبلیغمون هم بچه‌ها میتونن دنبال کنن، از مطالبش استفاده کنن. اولش کاش خودم معرفی میکنم که دوستان بدونن با کی دارن طرفن، دارن صحبتاشو گوش میکنن. خیلی عالیه، کارت خیلی درسته، درجه یکی و جزو تاپ ترینای اینستاگرامی که داری تو این حوزه. خواهش میکنم. نه ما از خیلی از اساتید و دوستان هنوز داریم یاد میگیریم. من خودم الان تو صحبتام گفتم اینکه آدم ندونه عیب نیست، همیشه در حال یادگیری از دوستان عزیز هستم. همچنین از شما آقا جلال عزیز از پست و مطالبتون استفاده میکنم. الانم توی لایو نکاتی که گفتید بعضی مواردش منم ازش یاد گرفتم و حتما تو ادامه کارم ازش استفاده میکنم. سلامت باشی، لطف داری شما. خیلی ممنونم، بازم ازت ممنونم که دعوت امشب منو پذیرفتی و در واقع یه گپ و گفته خیلی خوبی با هم دیگه رقم زدیم. ایشالله که هر جا هستی موفق و پیروز باشی. اگر صحبتی چیزی نیست لایو رو تموم بکنیم. یه نکته آخر بگم، توی همون وسط صحبتامون هم گفتم، دوستان اگر میخوان شروع کنن و خودشون نمیتونن حتما از یکی کمک بگیرن. من توی یکی دوتا پستای اخیرم هم گفتم شما هزینه‌ای که برای این کار میکنی، حالا چه روی خود سرمایه گذاری کنی، آموزش ببینی، یاد بگیری، خودت انجام بدی، چه کارو بسپاری به دیگران، این هزینه نیست، اینا سرمایه گذاریه. بعداً انشالله وقتی پیجتون به رشد رسید میبینید که این هزینه ها خیلی کم بوده، خیلی کوچیک بوده و
خیلی سریع برمیگرده. فقط وقت رو از دست ندن دوستان. اگه میخوان شروع کنن وقت رو از دست ندن، یا خودشون برن آموزش ببینن یا کارو بسپارن به یکی. همون زمانی که شما از دست میدی 3 ماه 4 ماه 5 ماه تو گیرودار اینی که من شروع کنم نکنم، کار کنم نکنم، همون 3 ماه 4 ماه 5 ماه آخرش حساب کنی میبینی چقدر ضرر کردی که دیر شروع کردی یا کارو دیر سپردی به دوستای دیگه. دقیقاً مرسی از همینطوره. اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتین. از شما که میزبان بودی، میزبانیتون هم عالی بود و امیدوارم که همه موفق باشن، همه تو اینستاگرام رشدای انفجاری داشته باشن، درآمد عالی هم برسه. انشالله. دمت هم گرم، خیلی ممنونم ازت، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌ها و تجربیاتی که داشتی. انشالله که هر جا هستی موفق باشی و شاهد قربون موفقیت شما. دمت هم گرم، شبت هم بخیر باشه. ممنونم از احمد جان. شاکریم، شب شما هم بخیر. خداحافظ. سلامت باشی، قربانت. خداحافظ. خب بچه‌ها، لایو امشب هم تموم شد. امیدوارم که لذت برده باشین ازش و نکته‌هایی که گفتیم توی لایو رو حتما رعایت بکنین. لایو ذخیره میشه و روی پیج بارگذاری میشه. یه نسخه از لایو هم داخل کانالم میذارم با همین آیدی که داخل اینستاگرام هستم، داخل تلگرام هم هستم، مستر جلال ترابی سرچ بکنین کانالم میاد، جوین بکنین. فایل لایو رو اونجا میذارم به علاوه فایلی که داخل کانال آپارات، یوتیوب، شنوتو، کست باکس میره و نسخه های دیگه ای از این لایو که توی شبکه های دیگه میره و شما میتونین ازش استفاده بکنین. یه سوال هم پرسیدن یکی از دوستان، میگه کسی که فالو پیجش پایینه مدام فعالیت کنه خوبه که اینستاگرام فعالیتش ببینه؟ بله خیلی خوبه. ببینید شما وقتی توی شروع هستین و فالوور اولیتون خیلی کمه، در حد 50 تا 100 تاه، یکی از تکنیک‌های خوبی که میتونین سریع رشد بکنین اینه که هر روز پست بذارین و اونم توی ساعت‌های پر بازدیدی که در واقع اینستاگرام بهتون توی این سایت پیج داره نشون میده. و یکی از راه‌های دیگه‌ای هم که میتونین تولید محتواتون رو هدفمندتر بکنین اینه که در واقع اون محتواتون رو توی ساعت‌های مختلف بذارین، اون ساعت پربازدید پیجتون رو به دست بیارین. تداوم و استمرار توی اینستاگرام خیلی مهمه، هم توی برندسازیتون هم توی رشد پیجتون. خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتین و لایو من به پایان میرسونم. هر سوالی دارین زیر کامنت های همین لایو بذارین، من و احمد و همکارای دیگه‌مون توی فایل لایو کامنت های شما رو جواب میدیم. شبتون بخیر باشه. یا علی، خدا نگهدار.